پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله تعالی راضی میشد از آن بنده که یک لقمه طعام رو میخورد و الحمدلله میگه، یا یک جرعه آب رو می نوشد و الحمدلله میگه. بعضی حالت ها میشد که همین کلمه باعث راضی الله تعالی میشد. و ما وظیفه دار هستیم که بعد خوردن و نوشیدن الحمدلله گوییم. الحمدلله علی کل حال. این الحمدلله به معنای شکر نیست، این عامتر از شکر است. شکر غالبا بر عوض نعمت میشد، اما الحمدلله بر عوض مصیبت هم گفته میشد. بنابراین بله، این اصلی شرعی دارد. بعد هر یک لقمه طعام الحمدلله گفتن اصلی شرعی دارد. چه خیلی که پیش از هر یک لقمه بسم الله گفتن هم اصلی شرعی دارد. کدام آدمی که یک مرتبه پیش از ابتدای طعام بسم الله گفت کفایه است، یک مرتبه الحمدلله در آخرش گفت کفایه است، ولی در هر یک لقمه گفتم هیچ باکی ندارد. امام احمد رحمت الله علیه در هر یک لقمه بسم الله میگفتن، به نام الله شروع میکنم. لیکن مادامی که باعثی مسخره، باعثی همین خیلی گپا میشده باشد، پنهان تر گفت، خودش شنود بس است، همسایه ها نشنود. چون که احتمالی مثلا بعضی آدم ها در رو به روی مردم و در پیش مردم بسیار بسم الله ماشاءالله السلام علیکم رحمت الله و برکاته بسیار دیندار هستن، هم تنها مونن یک کارهایی میکنن که نعوذ بالله الله پناه دهد. این خیلی هم شدن در کار نه. در نظری مردم خودتون زاهد و پرهیزگار نشان ندید، اگرچه همخیل باشیدم کوشش کنید در نظری مردم و به قول روسا سکرامیتر باشید. فهمه؟ یعنی بگذار ندانن اینا از شما هیچی خیر، اون عملهای صالحتون بین خودتون و بین الله تعالی مونه. هر یک لقمه خورید و الحمدلله گویید. این هیچ کس، زنتون هم نداند، فرزندتون هم نداند، غیر الله دیگر کسی نداند. شاید روزی که فرزندهای و پول و مال و منصب فایده نمیتید، همین سخناتون فایده دهد. بنابراین عملهای صالح هر چقدر میتونید پنهان کنید، علل خصوص شخصیتایی که اون به درجه توحید و به درجه شناختن الله تعالی نرسیدید، که بعضی آدم ها از علمای و اولیاء الله به یک درجه رسیدن که دیگه مردم وها میبیند نمیبیند برایشون مهم نبود، اونا به خاطر مردم یگان عمل نمیکردن. به این درجه که رسیدید مایلی. لیکن شیطان میبیاد ماشاءالله فلان ها تو را دید چی فکر کرده باشد، تو را پرهیزگار فکر کرد، شیطان وسوسه میکنند. بنابراین آدمی که بهترش عملهاتون پنهان بماند، در نظر مردم ظاهر نکنید.